سلام، دکتر فرشید کابندی هستم، متخصص جراحی دهان و فک و صورت. من از حدود 18 سال قبل درمان‌های ایمپلنت رو شروع کردم. درمان‌های خیلی پیچیده ایمپلنت تو مطب کار می‌کنیم. خوشحالم که خدمتتون میخوام بگم که حدوداً 6-7 سال گذشته فقط تقریباً روی ایمپلنت لونا مشغول به کار هستیم و دلیل اون هم مسائل متعددی و ویژگی‌های خاصیه که این سیستم ایمپلنت. ویژگی اصلی این ایمپلنت اینتگریتی خیلی بالایی که با استخوان داره و اون قابلیت و تماس بالایی که به خاطر تخلف‌های ویژه‌ای در این ایمپلنت طراحی شده و اون امکان به ما میده که لود سریعتر رو داشته باشیم و یا حتی ایمیدنت لودی که ما خیلی توی بیمارامون کار میکنیم. سایزهای متنوع، قطرهای متنوع که از حدوداً 4 میلیمتر سایز هست تا 15 میلیمتر و قطرهای از 3 تا 6 میلیمتر که ما کمک میکنه که بتونیم در نواحی متعدد با قطر و ارتفاع مختلف ایمپلنت بتونیم ایمپلنت و درمانمون رو انجام بدیم. مسئله بعدی اون طراحی تیپرست دیگه توی ایمپلنت وجود داره و همچنین ما کمک میکنه که حداقل تحلیل استخوان رو در ایمپلنت داشته باشیم. بسیار خوبه این ایمپلنت که ما واقعا یوزر فرند می‌دونیمش. از بین کیتایی که واقعا من توی مدت استفاده کردم از جمله کیتای بسیار خوبی بوده که من دیدم در ایمپلنت‌های کل دنیا. میخوام خدمتتون بگم در کنار اون دامنه محصولات دیجیتالی که ایمپلنت داره از جمله قالبگیریش، گایداش و سیستم‌های مختلفی که برای انجام درمان‌های دیجیتال ایمپلنت امروزی نیاز هست رو ما داریم براش و همه اینا ما رو مجاب میکنه که در حقیقت ایمپلنت بسیار خوب و با اطمینان و به خصوص که وقتی به سابقه خود ایمپلنت نگاه میکنیم، کمپانی که تولید کننده این ایمپلنت هست و اینکه در خود کره چقدر استقبال هست از این ایمپلنت و این میگم همش این اعتماد و اطمینان میده که لااقل در راستای دندانپزشکان دنیا به خصوص که این ایمپلنت در کل دنیا داره استفاده میشه بتونیم در کنار بقیه اینو استفاده کنیم و داشته باشیم. امیدوارم که در آینده هم بتونیم خدمات خیلی خوبی که این شرکت میگیریم رو ادامه داشته باشیم و بتونیم باز هم این سیستم استفاده کنیم.